بود نبود بیسواد مارشال بود، 500 مدال در یخنش کشال بود. هر کار میکنن به نام مذهب و دین است، چی سیاف باشه چی راکتیار گلبودین است. کبر کدیم سر ظاهرشاه و دکتر نجیب، کبر کدیم سر ظاهرشاه و دکتر نجیب، مجاهد روزگار ما را ساخت عجیب. ما هم داشتیم تانک و تیاره، خو از دست 4 تا دزد شدیم بیچاره. دوزی کدن پلاستیک و چوب ماره، دوزی کدن پلاستیک و چوب ماره، سر پاکستان فروختن تانک و توپ ماره. مردم کشته در راکت و من شده، قسمت ما در دست عین و غین شده. اینا خب با قاری گپای تا بالا میزننه، امیر از اینجا بکشین دیگه. ما میگم میغذب خدا ده میکلی کتیتو بخوره. گپای ما تا بالا نیست، گپای ما کلش حقیقت داره. حق نام خداست. ما چیزی که راست باشه امور میگیم و نسل جوان امروز باید شما را بشناسه. کلگی شما دوست بودین از نام دین و قرآن استفاده کردین، آمدین خون مردم کابل ریختندین. ما میگفتیم مردم کمونیست بد مردم است، اما سگی از واسه شما شراب. شما به نام جهاد آمدین ناموسی از این مملکت سر مردم بیگانه فروختین. 2 روپیه ایرانی که پیش ما نفس کشیده نمیتونست، امروز جوانای ما را در دریا میندازه. 2 پیسه پاکستانی که یک وقت نامی عسکری افغانستان میشنید هزارش در زمین میفتید. دکتر نجیب یک دفعه پاکستان که راکت اسکار زده بود، چیزی که پاکستانی بود پایدان کشال طرف کشمیر گریخته بود. و امروز مو پاکستانی بوینک د خاک ما میدرای، مردم ما را میکشه و ما را مثل پشکل اهمیت نمیده. چیزی که داشتیم نداشتیم شما به نرخ کچالو و پیاز به دست پاکستان فروختین. و امروز ما یک ذلیل شدیم که پیش امریکا دست ما دراز گدایی میکنیم. و همون 2 روپیه پیسه خیرات و گدایی هم که میایه کل دلار در جیبای شما میره. 12 ولایت هم یاله در دست طالبان و القاعده است، مردم انتحار کرده میره، مردم کشته میره. اینجا کلای کتر پوشیدی آمدی که مرا مارشال بسازین. بعضی 4 تا لودی دیگه هم آمده برای چک چک میکنه. بسیار بی غیرت مردم هستین شما. قاری صاحب لطفا دیگه برنامه تلویزیونی سه کمک ور مراعات کنین. برو گم شو، کالی تو هم گفته بودیم، تلویزیونت هم گفته بودیم. در روی جهان ذلیل و خوار شدیم و کل مردم ما از فقگی و گشنگی و ترس طالب زاره ترق شد. اینجا شما آمدین چک چک کده شیشتین که مارشالی بتی. به خدا دیگه بی غیرتی ازی که در شاخ و دم نداره.